با تشبث حکومت کشور در حوزه کنفرانس بین‌المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها خطسیر مخصوصی سیاحی دوشنبه مجموعه لیژرانی سفیددره تشکیل کرده شد. خطسیر با اتوبوس‌ها از نزد تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی به راه برآمد. تاکید کردند به مورد است که مهمانان به گروه‌ها تقسیم شده خطسیرها به روغون، رومیت، نورک، ورزو و چند منطقه دیگر سفربر گردیدند. بعد طی کردن 50 کیلومتر راه مهمانان به مجموعه سیاحی سفیددره که یکی از موضع‌های زیبا و نظرآبای تاجیکستان میباشد رسیدند. این مکان مخصوصا در فصل زمستان بین ساکنان محلی و مهمانان خارجی مشهور است. سپس اشتراکچیان در دوی اکولوژی برای حفظ پیریخ‌ها شرکت نمودند. ضمن افتتاح مراسم دو معاون سروزیر مملکت دلربا منصوری ابراز نمود که برگزاری چنین چورابینی‌ها پیش از همه عامل مهم ترغیب و تشویق طرز حیات سالم، تحکیم دوستی و همبستگی خلق‌ها به شمار می‌رود. این رویداد ورزشی به شبهه سیمای تاجیکستان عزیز را همچون کشور امن و آسوده، مهمان نواز و صلحجو در چشم جامعه جهانی باز هم درخشان‌تر می‌گرداند. در مسابقه مذکور به غیر از مهمانان خارجی، معاون سروزیر مملکت دلربا منصوری، رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش کشور، همچنین قهرمان و جایزه‌داران بازی‌های المپی، اینچنین مهمان مخصوص مسابقه کارولینا گلای، فعال مشهور اقلیم و لیژرانی کسبی در جهان اشتراک کردند. خصوصیت مخصوص این چورابینی از دیگر مسابقه های مقرره در آن است. مهمانان در وقت سفر به مجموعه لیژرانی سفیددره از دیگرگونی های وضع هوا به وجد آمده با راه تنابی به نقطه بلندترین خط سیر به بلندی 3200 متر از سطح بحر برآمدند و مسابقه مذکور در بلندی ذکر شده جریان گرفت. بنا به گفته مسئولین ساحه، هدف پایگاه اکولوژی جلب توجه جامعه به مسائل ترغیب اقلیم، حفظ محیط زیست و آبشویی با صورت پیریخ‌ها میباشد که برای ذخیره‌های آبی تاجیکستان و در مجموع منطقه اهمیت خاص دارد. برگزاری چون یک چورابینی دوی کوهی میتواند پیش از همه در مسئله دوستی بین کشورها مساعدت نماید. دونده ها در دو مسافه 5000 و 1600 متر بین هم نیروسنجی کردند. غالبان باشند با مدال و دیگر تحفه های تأسیس نموده کمیته تدارکات سرفراز گردیدند. سلام، I am Caroline Gleich. من خیلی شدم که امروز در این دوی کوهی شرکت می‌ورزم. باعث افتخار است که در دایره کنفرانسیای بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها همه جمع شدند و یک جا به طرز حیات سالم مشغولند. دویدن در کوه‌ها به سلامتی انسان خیلی فایده آور است و چورابینی مذکور هم در سطح بلندی تشکیلی دایر شد. به من تاجیکستان خیلی پسند آمد، مخصوصاً طعم‌های ملی، مهمان نوازی گرم و ساکنان بسیار صمیمی. دیگر کوشش میکنم که همه ساله به تاجیکستان بیایم و دوستان و نزدیکان خود را هم بیارم. بود هوای اینجا بسیار فراهم است و برای تمرین کردن مکانی عالی است. برای استراحت اینجا زود آمدن لازم است. من بار اول از در چنین مسابقه که در بلندی 3000 متر برگزار می شود میدوم. این برای من خیلی مشکلی آورد. برای در آینده با چنین مشکلی ها روبرو نشدن باید بیشتر تمرین کنیم تا در چنین مسابقه های دوستی نتیجه بهتر به دست آوریم. سفیددره 50 کیلومتر دورتر از شهر دوشنبه واقع است. با قله‌های بلند و هوای تازه کوهسار دل سیاحان را تسخیر می‌کند. یادآور می‌شویم که دوی اکولوژی برای حفظ پیریخ‌ها در دایره کنفرانس بین‌المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها که از 29 تا 31 می در پایتخت کشور شهر دوشنبه دایر گردید برگزار کرده شد.